عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت دوستداران اندیشه و رهرویان خرد و نیما محمد ماهتان محشید و ارشاد عزیز که الان حضور دارن و خوشحالم در خدمتون هستم. امیدوارم که یه شب خوب رو کنار هم سپری کنیم. خب دوستان اگه مطلب یا صحبتی یا سلام علیکی دارن شروع کنن تا کتابو تا 1-2 دقیقه دیگه شروع کنیم. سلام، وقت همگی بخیر. برای بچه‌هایی که حالا بعدا سلام میشنم. ماهتون، امیدوارم که بعدم سلام ما رو میشنون حالشون خوب بشه. خب مرسی نیما. اگه اجازه بدید من شروع کنم کتابو و ببینیم به کجا میرسیم. فصل 5 قسمت 7 از تاریخ فلسفه رو میخوام شروع کنیم. صفحه 268 کتاب من هست. اگر از جلسه قبل مطلبی موردی هست بفرمایید، در غیر این صورت من شروع میکنم. خب قسمت 7 دایره المعارف و قاموس فلسفی. اشتهار و رواج کتابی مانند ساده دل که به همه مقدسات بی احترامی کرده بود قطع شد فکر کنم. باز ببخشید امشب من خورده مشکل دارم. از اول مجدد شروع میکنم. اشتهار و رواج کتابی مانند ساده دل که به همه مقدسات بی احترامی کرده بود میتواند روحیه آن عصر را به ما نشان دهد. فرهنگ و معارف عالی دوره لویی 14 علیرغم سخنان پرطمطراق کشیشان یاد داده بود که چگونه باید سنن و اصول عقاید را ریشخند کرد. شکست اصطلاحات مذهبی در فرانسه برای فرانسویان میان کفر و ایمان راهی نگذاشت و هنگامی که افکار مردم آلمان و انگلیس به تدریج به سوی تطور مذهبی میرفت، افکار مردم فرانسه ناگهان از ایمان آتشینی که موجب قتل عام پروتستان ها گردید به کینه سردی مبدل شد که لامتری و هلوسیوس و اولباک و دیدرو به مذهب پدران خود پیدا کردند. لحظه‌ای به محیط معنوی که ولتر سالهای آخر عمر خود را در آن گذرانید نظر بیفکنید. لامتری ابتدا در قشون به طبابت مشغول بود. بعد به علت نوشتن کتاب تاریخ طبیعی روح از شغل خود برکنار شد. کتاب دیگر او موسوم به انسان مانند ماشین موجب نفی و تبعید او گردید و به دربار فریدریک پناه برد. فریدریک پادشاه روشنفکری بود و میخواست از آخرین وضع معارف در پاریس آگاه شود. لامتری عقیده ماشین بودن انسان را که دکارت از ترس مانند کودکی که انگشتش بسوزد رها کرده بود گرفت و با جسارت تمام اعلام کرد که تمام جهان و من جمله انسان در حکم یک ماشین است. روح مادی است و ماده از روح جدا نیست و همواره بر هم تأثیر متقابل دارد و رشد و سقوط آن دو با هم صورت می‌گیرد. به نحوی که انسان نمیتواند قرابت اساسی و ربط حقیقی آنان را منکر گردد. اگر روح مجرد باشد چگونه هیجان آن موجب گرمی بدن می شود یا چگونه تب بدن رشته افکار را از هم می گسلد؟ تمام اعضا از یک جرم اصلی تحول یافته‌اند و این نتیجه عمل متقابل اعضا و محیط است. چرا حیوان باهوش است و نبات چنین نیست؟ برای آنکه حیوان برای جستجوی غذا مجبور به حرکت شده است، ولی نبات غذایی را که به وی رسیده است گرفته است. انسان باهوشترین همه است برای آنکه احتیاجات او بیشتر و میدان حرکت او پهناورتر است. موجوداتی که نیازمندی ندارند فاقد فکر و هوش هستند. این عقاید موجب نفی و تبعید لامتری گردید. باعث علو و مقام و احترام هلوسیوس شد و یکی از ثروتمندترین مردم فرانسه گردید. وی کتابی نوشت به نام درباره انسان و عقاید فوق پایه و مبنای این کتاب بود.
لامتری علم کلام الحاد را نوشت و هلوسیوس اخلاق کفر و الحاد را تألیف کرد. به عقیده او تمام اعمال انسان ناشی از خودخواهی است. حتی قهرمانان و جانبازان نیز در کار خود بزرگترین لذت را می‌یابند و به خاطر آن اعمال خود را انجام می‌دهند. فضیلت خودخواهی است که با ذره‌بین مجهز شده است. وجدان ندای ربانی نیست، بلکه وحشت از مقامات انتظامی است. وجدان رسوب طوفان اوامر و نواهی پدر و مادر و معلمان ماست که از کودکی ما را فرا گرفته است. اخلاق نباید روی الهیات بنا شود، بلکه باید بر پایه جامعه شناسی قرار گیرد. خیر و نیکی باید بر پایه احتیاجات متغیر اجتماع باشد، نه بر روی اصول و عقاید لایتغیر. سردستی این اشخاص دنی دیدرو بود. عقاید او یا در آثار متفرقه است که چکیده قلم خود اوست یا در کتاب مسلک طبیعت تألیف بارون اولباک بیان شده است. تالار اولباک مرکز حلقات دیدرو بود. اولباک میگوید اگر به مبدأ برگردیم خواهیم دید که جهل و ترس خدایان را به وجود آورده است. خیال بافی و هواخواهی و فریبکاری آنها را آرایش داده است و از شکل حقیقی خود دور ساخته است. ضعف بشری موجب شده است که این خدایان مورد پرستش قرار گیرند. ساده دلی و زودباوری مردم آنها را حفظ کرده است. عادت موجب احترام آنها شده و سلاطین و روحانیان برای آنکه از جهل مردم به نفع خود استفاده کنند از آنها حمایت کردند. به عقیده دیدرو ایمان به خدا با اطاعت از اولوالامر و سلاطین مربوط و به هم پیوسته است و پیشرفت و سقوط هر دو با هم صورت می‌گیرد و مردم هرگز آزاد نخواهند شد مگر آنگاه که سلاطین و کشیشان هر دو به دار آویخته شوند. زمین وقتی حق خود را به دست خواهد آورد که آسمان نابود شود. مادیگری به جهان با نظر خیلی ساده نگاه می‌کند. شاید در هر ماده‌ای اثری از غریزه و حیات باشد و ممکن است که وحدت وجدان و شعور را به ماده و حرکت برگردانیم. مادیگری فقط از آن جهت خوب است که سلاحی است بر ضد کشیشان و این سلاح هر جا که به دست آمد باید از آن استفاده کرد. در این ضمن باید علم را توسعه داد و صنعت را ترویج کرد. صنعت به صلح منجر می شود و علم اخلاق طبیعی نوعی به وجود می آورد. خب تا این قسمت این هنوز ادامه داره این قسمت، ولی تا اینجا به خیلی مطالب جالبی بیان کرد. مثل این که بحث نیازمندی موجودات رو اومد مطرح کرد و بحث هوش و فکر رو که در ارتباط با اونه مطرح کرد. بحث وجدان رو مطرح کرد که میگه آقا این اصلا یه ندای ربانی نیست. بحث وحشت از مقامات انتظامیه که باعث وجدان میشه حالا اصطلاحا، و میگه به وجود اومدنش هم از پدر و مادر و معلمات به خاطر امر و نهیایی که کردن. یه جای دیگه بحث خدایان رو مطرح میکنه که چجوری به وجود اومدن و ادامش میده تا اینکه به کجا رسیدن. اگه در این مورد صحبتی دارید یا مطلبی به ذهنتون میرسه که میتونه کمک کنه و بحث رو شروع کنیم، به نظر من جای کار داره و صحبتاتون رو مطرح کنید. در غیر این صورت باز حالا میتونیم ادامه بدیم که نهایت یکی دو صفحه دیگه است، ولی خب من فکر میکنم اگه تا اینجا بحث رو شروع کنیم میتونه جالب بشه امشب. من باید موافقم و چقدر کار خوب برسونن که تمامش کردی همینجا، چون به نظرم به قول تو خیلی نکات خوب مطرح شد و هر کدوم اینا میشه راجعش کلی صحبت کرد. از اونجایی که من بیشتر از هم اغلب صحبت میکنم ترجیح میدم نظر بقیه رو بشنم و بعد من حرف بزنم. مرسی، ممنون ازت. یه مطلب دیگه هم جالب بود، حالا همینجور که در مورد اونا فکر میکنیم، حالا مطلب که زیاد میشه از یه طرف خوبه، از یه طرف هم ممکنه پراکندگی ذهن بشه. یه مطلبی که اینجا بیان کرده و برای منم جالب بود، میگه انسان مثل ماشینه و اینم جالب بود دیگه و چیزی بود که لامتری میگه و همین واسه تبعیدش میشه، یعنی همین چیزو ماشین میبینه. حتی تمام جهان رو به عنوان یه ماشین در نظر میگیره. میتونید در مورد اینم حالا نظرتون رو بگید ببینیم که
آیا واقعا همینطوره؟ ما ماشین هستیم و به صورت مکانیکی داریم کار میکنیم و این عقاید، افکار، این روحیات ما، احساسات ما و هر چیزی که ما باهاش دست و پنجه میکنیم، محیط ما، حیوانات، در همه اینها در قالب و مجموعه‌ای به نام ماشین دارن کار میکنن یا اینکه خیر؟ اینم این نکته خوبی بود و من اتفاقا می‌خواستم راجع به همین صحبت کنم و به نظرم قبل از اینکه بخوایم بحث کنیم سرش باید یه تعریفی بکنیم که آقا ماشین چیه. من تعریف زیادی رو حقیقتا چون رشته‌ام مال مکانیکا راجع به ماشین خوندم ولی تعریفی الان حقیقتا اون تعریف علمی یادم نمیاد. کسی هست بخواد یه تعریفی از ماشین ارائه بکنه و بعد ببینیم که چقدر موافقیم؟ سلام، شبتون بخیر. من تعریفی برای ماشین ندارم ولی تفاوتش رو با انسان‌ها یکی از تفاوت‌هاش رو فکر می‌کنم احساسه. ما خیلی از تصمیم‌ها رو وقتی تعریفی نداری ارشاد، وقتی تعریفی نداری نمیتونی تفاوتی هم قائل بشی. تعریف منظورم تعریف کلیه. به این میگن ماشین به نمیدونم، بذار جمله بندیش کنم بعد بگم اگه نیاز به تعریف حتما. آره برای همین میگم بحث اول سر واژش به توافق برسیم چون ممکنه یه موضوع نمیدونم نیاز به تعریف داره یا نه. نیما دارید صحبت میکنی؟ چون من صداتو ندارم یا مایکت باز میشه. الان دارم صحبت میکنم. صدامو داری؟ صدای من خوبه؟ من دارم صداتو. خب اگه صدای من خوبه که صحبت کنم، اگه که من نه صدای که نیما رو ندارم متاسفانه. یه یه بار دقیقه واسه خارج من شد میرم دوباره میامد. وارد شد. خب دیگه صدای من الان دارید؟ بله نیما جان، بله. خب ما عرض میکردم داریم، خدمتتون، احسان من نداره، گفتم که احسان اول باید خارج شد. ببخشید عرض میکردم خدمتتون که به نظر من اول سر واژه ماشین به توافق برسیم. شاید فکر میکنم من الان یه چیزی به ذهنم میرسه از ماشین بتون بگیم مجموعه ای که نسبت به یک سری کنش ها، یک سری واکنش های مشخصی ارائه میده رو شاید بتونیم ماشین تعریف کنید. موافقید با هم؟ تعریف منطقیه به نظر یعنی من. مثلا یه تابع رو در نظر بگیرید، میگیم آقا fx مثلا مساوی y2، fx مساوی x2 مثلا، میگم y2، fx هم y دیگه. خب بعد مثلا خب حالا به این تابع ما عدد 4 بدیم، خب بهمون 16 میده. اگه بهش 11 بدیم خب 121 میده. یعنی اینو من میتونم به عنوان ماشین بفهمم. به نظرتون تعریف کامل هست یا مشکل داره؟ تو همین الان دارم از خودم به میگم. نظر من که واضح‌ترش کنم اگه ممکنه. احساس میکنم تعریفت واضح نیست. یعنی میتونیم بگیم که ماشین در واقع دستگاه، حالا دستگاه نه، چیزیه که شما یک ورودی بهش میدین و اون حالا با توجه به دستوراتی که بهش دادین خروجی بهتون میده. فکر کنم این خیلی بهتر بتونه واضح باشه که حالا خب با قول تو ورودی یک یعنی مثال عددیه. نیما هم ماشین حساب میشه، یه فرمول، یه معادل است. آیا اون معادل ماشین حساب آره میشه؟ ماشینه. اگه اون چیز اما خودش اتومات تو اینو انجام تعریف ماشین بده. میاد که باید تعریف ماشین رو بخونم. بخون. تعریف ماشین البته سرچ کردم دیگه. به وسیله گفته می شود که برای انجام کارهای خاص تغییر نیرو یا تبدیل انرژی از یک شکل به شکل دیگری طراحی شده است. ماشین ها از ساده ترین مکانیزم ها مانند اهرم ها و چرخدنده ها تا سیستم های پیچیده مانند خودروها، کامپیوترها و تجهیزات صنعتی گسترده را شامل می شوند و لاب توضیحاتش میگم تو مهمتر. ولی قسمت مهمتر که بهش میشه اشاره کرد، گفته ماشینا با استفاده از اصول مکانیک و فیزیک به ما کمک میکنند که کارهای سخت‌تر یا پیچیده‌تر را با نیروی کمتر انجام دهیم. چقدر جالب، چون منم همین الان چت جی پی تی پرسیدم و جوابمون فرق میکرد. جالبه که انگار مثلا اون توافق کلی هم سر این تعاریف وجود نداره به نظر. چون چیزی که من چت جی پی تی پرسیدم what is a machine، اینو به من گفتش که در حقیقت a machine is a device or system that use energy to perform a specific task often by converting one form of energy into another.
یعنی داره میگه که در حقیقت ماشین یه دستگاهیه یا یه سیستمیه که استفاده میکنه از انرژی برای انجام یه کار مشخص اغلب و اغلب انرژی رو یه شکلی به شکل دیگه مثلا تغییرش میده. مثلا این تعریف دقیقا همین تعریف کرده بود. خب یه چیز جالب اگه همینو به فارسی گفتم. این دوتا تعریف و حالا بجز اون تعریف ارشاد، اون قسمتی این که ابزار مکانیک اومد به کار برد از چیزهای مکانیکی استفاده میکنه، اگه اون یه مورد رو فقط در نظر نگیریم، استثناء قائل شیم، من با این تعریف لامتی تقریبا دارم میبینم که تمام جهان به عنوان یه ماشین میشه در نظر گرفتش. یعنی خود انسانم یه سری اطلاعات رو میگیره، یه سری ورودی داره و یه خروجی میده، یا به قول نیما یه سری حالا کنش اتفاق میفته براش و انتظار میره که یه سری واکنش انجام بده. یعنی از دیدگاه بالاتر با دید فراشناخت اگه بهش نگاه کنیم، نه تنها انسان، کل دنیا همینطوریه دیگه. یه اتفاقاتی میفته و شما انتظار داری یه واکنشی بده دیگه. این طبیعت، حالا اون طبیعت میتونیم انسان رو در نظر بگیریم یا موجودات رو در نظر بگیریم یا حالا هر چیز دیگر رو. از من این یه دید موقع حرفم رو اصلاح کنم احسان، یعنی بخوام حرفم کامل تر بکنم. ببینید اون چیزی که شاید تو ذهن ما الان از ماشین یه دستگاهیه که شاید به ازای هر ورودی یک خروجی ثابت داره. خب یه همچین ماشینی هم قاعدتا داریم دیگه. مثلا شما فرض کن کارخونه رو در نظر بگیر، سیر تولیدش و یه قسمت مثلا چه میدونم منگنه میزنه، اون دو تا قسمت رو مثلا به هم دیگه میچسبونه. حالا من خودم دقیقاً ندیدم به اون صورت که مثلا بخوام مثال خوبی بزنم، ولی در حالی که لزوما یک ماشین به این صورت نیست و ما میتونیم رندومنس رو یا در حقیقت شانس رو بیاریم. شانس حالا واژه درستی هم رندومنس درست داره، توی ماشین دخیل بکنیم که این به ما مثلا هوش مصنوعی رو میده. یعنی یک دستگاهی رو بسازیم که حالتهای مختلف رو بهش بدیم و حالا بهش بگیم که یعنی بگیم که خودت بیا اصلا یاد بگیر حالتهای مختلف رو. ما یه کلیتی بهت میگیم، باقیشو بیا خودت یاد بگیر و با توجه به اینا خودت انتخاب کن که کدوم یکی از اینا رو به نوعی بیای استفاده بکنی. به همین خاطر مثلا شما بخوای تصویری با هوش مصنوعی جنریت بکنی، هیچ وقت هیچ دو تا تصویری مثل هم نمیشه، چون که بی نهایت که نگه احتمال خیلی خیلی پایینی میشه، احتمال شرطی میشه، این دونه دو هم ضرب میشن و احتمال اینکه دو تا تصویر یکسان به شما بده تقریبا نزدیک به تقریبا صفره. یعنی اینم چیزی که مرسی، چیزی که من به ذهنم رسید اینجا اینه که اگه ماشین رو دستگاه در نظر نگیریم، میتونیم یه سیستم رو ماشین کنیم یا حتی یک فکر رو تبدیل کنیم به یک ماشین. یعنی این شکلی هم میشه به موضوع نگاه کرد و اونجوری باز به این حرف لامتری که میگه انسان در حکم تمام جهان و انسان در حکم ماشینه بیشتر میشه بهش فکر کرد که این بر چه اساسی این حرف اومده زده. یعنی منظورش صرف همون یه دستگاه مکانیکی نبوده، امکان داره این همچین چیزی هم باشه. اگه ماشین هستیم ماشین خیلی خوبی نیستیم، به نظرم باید احساسات رو تو ماشینا کشت. باز میشه خطا زیاد انجام بدیم. احساسات شاید واژه درستی نیست. ببین من فکر میکنم، بازم من فکر میکنم، یعنی چیزی که خب نظرمه و مثلا واسش واقعا اوییدنسی ندارم بخوام بگم با توجه به این حرف میزنم. موضوع اینه که در ابعاد بالاتر نگاه بکنیم، بله ما مثل یک ماشین هستیم، خود جهان هم مثل یک ماشین هست و داره به طور کلی یک سیر مشخصی رو طی میکنه. یعنی میدونیم با توجه به قوانین آنتروپی داره چه اتفاقی میفته، خود انسان ها به طور کلی میدونیم دارن چه رفتارهایی میکنن. مثلا من مطمئنم که ارشاد تو امروز آب مثلا 2 بار خوردی یا 1 بار خوردی، حالا اینکه چه ساعتی خوردی رو نمیدونم، ولی میدونم که آقا از این قاعده داری به نوعی پیروی میکنی و چون که حالا فاکتورهای زیادی در تصمیم گیری دخیله، به این معنا نیست که انسان غیر قابل پیش بینیه به نظرم. نه در مورد قابل پیش بینی بودن یا نبودنش اصلا حرف نزدم. منظورم کنم یه چیز دیگه بود. بقیه هم اینکه فرق کنن، احساسات ناراحت باعث کننده میشه است ما اینکه خیلی فقط جا چند نفر ما حرف بزنیم همیشه. سلام و درود بر شما. فقط به من یه فیدبک ببینید صدام خوب هست یا نه، که صدا خوب هست. و دوم این که داریم استفاده میکنیم دیگه آقا نیما، داریم استفاده میکنیم از
به شدت ضعیفه صدا. ضعیفه. جناب رشوند سلام، خیلی خوش اومدید. صداتون ضعیفه، اگه امکانش هست صداتون رو حالا قوی تر کنید. و الان خوب اینکه شد. خیلی بهتر شد. و اینکه اجازه بدید ما هم بسیار از دیدگاه شما استفاده کنیم دیگه، دو طرفه باشه که ما هم یه دشتی کرده باشیم اینجا. سلامت باشید، خدا قوت میگم بهتون. موضوع اینی که من اواخر خوانش کتاب رسیدم. البته نکات خوبی رو شما به اصطلاح خوندین، عرضم به حضورتون این که، ولی نمیدونم یه لحظه رفت موضوع کاملا به سمت ماشین و این به اصطلاح سیستم های به اصطلاح برنامه ریزی شده مثل ماشین اینا. خب یه قسمت از کتاب صحبت بر این شد که انسان و جهان مثل یک ماشین هستن و من اشاره کردم که ما برای اینکه بخوایم سر این گزاره صحبت بکنیم قبل از هر چیزی باید بتونیم این رو به درستی تعریف بکنیم و بدونیم که تعریف همه ما چی هست از اون. چون ما زمانی که به تعریف یکسانی در یک واژه نرسیم بحث کردن سرش بیفایده است. انگار شما داری سر یه چیزی که دو تا چیز مختلف با هم بحث می‌کنی. و سر همینه که الان ما یه مقدار توی این گیر کردیم و به نظر من نیاز بود که بخوایم سرش وقت بگذاریم. و یه مطلب دیگه جناب رشوان، ما کلا 2 صفحه خوندیم و توی این 2 صفحه انقدر مطلب هست که من الان دارم فکر میکنم برای جلسه بعدم مثلا کتاب خونیه فقط باشه مطالب این همین 2 تا صفحه در موردش صحبت کردن، خودش چند جلسه میشه و مطالب خیلی جالب و چیزی که احتیاج واقعا خیلی‌ها به این موضوعات فکر میکنن و شاید جوابی نداشته باشن و در خلال صحبت‌های ما شاید بتونن برای خودشون یه جوابی پیدا کنن، یا اینکه اون فکرشون منسجم بشه، یا اینکه اصلا دیدگاه تازه‌ای به ذهنشون خطور کنه و بتونن از این باب اون جوابی که نیاز داره رو بگیرن یا حتی به ما هم کمک کنن. آقا احسان عزیز، عرضم به حضور شما این که در مورد بحث ماشین بودن انسان، خب بحث‌های علمی روز دیگه مثلا مربوط میشه به بحث‌های کاگنیتیو ساینس و علوم مغز و اعصاب و اینها که حالا به عبارتی عامیانه میگن کامپیوتر یک الگویی برگرفته شده از الگوی مغز و زبان 0 و 1 و اینها. عرضم به حضور شما که آره یه مقدار موضوع اینه که مسئله یه مقدار بحرانی میشه، موضوع بسیار پیچیده هست، یه مقدار تناقض آمیزه. آره بسیار نه نقاط آخه موضوع اینه که بسیار تناقض آمیزه. ببین من همین الان دارم از مغزم استفاده میکنم و به اصطلاح کاملا با تقریبا شبیه مثل کامپیوتر داره عمل میکنه، حافظه داره بازیابی میشه، دیتا داره میاد بالا و در عین حال من انسان نمیتونم بپذیرم که فقط من صرفا یک ماشینم، یک به اصطلاح توده‌ای از خدمت شما بگم که فقط توده‌ای از سلول ها هم حالا در قالب سیستم هایی مثل سیستم گوارش و مغز و اعصاب و اینا داره فقط کار میکنه. خب اینجا نقطه تناقض به شدت سنگینیه. من متوجه استدلال شما نشدم، چون حالا شما سیستم گوارش دارید یعنی میگید که ماشین نیستید؟ همچین چیزی از حرفتون برداشت کردم. نه عرض کردم که من که دارم در عین حال که میگم من نمیخوام بپذیرم، یعنی قابل پذیرش نیست که برای من که به عنوان انسان بگم که فقط یک ماشین هستم و در عین حال میپذیرم که دارم همین الان به اصطلاح از همین سیستم به اصطلاح نمیگه ماشین که نمیگیم ولی به نظر من سیستم، خب یک سیستم حالا مادی به اصطلاح خدمت شما بگم که حالا رئیسش میگیم مغز باشه، داره استفاده میشه برای این بحثا. ولی میگم این نقطه خیلی متناقضه. خب یعنی شما در عین حال که با رویکرد علمی باید بپذیرید اینها رو،
و من هم میپذیرم، ولی در عین حال یک ندایی درون ما انسان ها میگه که آقا ما بیشتر از این حرفاییم. خب من الان متوجه نشدم الان اون ندای درون شما یا ندای درون ما انسان هاست که تعیین میکنه در یک بحث منطقی. و اگه بخوایم با این پیش‌فرض جلو بریم، حقیقتا ما باید خیلی از بخش علمو با لغت بزنیم ببین من مثل بگم کوانتوم فیزیک. من بگم من فکر میکنم که اینجوری چیزی که فهمیدم، ما در اصل شبیه ماشین هستیم ولی دوست نداریم قبول کنیم ماشین. البته که انسان فراتر از یک ماشینه، قطعا با اون چیزی که ما از ماشین تعریف کردیم به عنوان یک ابزار، خب انسان قطعا فراتر از اونه دیگه. اگر تعریفتون اینه که اون نوای درونی که میگین ما رو فراتر میدونه، به نظرم طبیعیه اینکه فراتر از یک ماشین انسان. ابوز چیز ارشاد من یه گفتم لطفی میکنی؟ یه لطفی بکنید شما جان. که این ادعا رو میکنید، اجازه بده احسان جان، شما که میگی چیزی فراتره، بگید از چه نظر فراتره، چه چیزی داره که یک ماشین امروزی نداره. لطفی بکنید یه اینو بگید. مسئله دیگه از قبل از اینکه انسان به اون میتونه ماشین بپردازی، بسازه، ماشین نمیتونه انسان بسازه. نه اینطور نیست. الان میتونه ماشین بله، همینطوره. بسازه و همین الان که من دارم با حرف میزنم این کارو میتونه بکنه. یهوش مسئول ماشین انسان بله میسازه؟ ماشین میسازه ولی ماشین انسان نمیسازه. خب نیازی کجا نیست که ماشین ما انسان نخواستیم میسازه؟ ازش که بسازه. اگه ازش بخوایم احتمالاً در آینده به این لخت هم شما میرسه. به من گفتی بگو انسان فراتر از ماشینه، من یک مثال زدم دیگه. این به نظر فراتر از ماشین بودن نیست که ما میتونیم ماشین بسازیم ولی ماشین نمیتونه ما رو بسازه. خب از اون من بهت میگم ماشین میتونه همین الان به من بگه 2^256 چند میشه، ولی ببینم کدوم انسان میتونه اینو بگه. همونم من به ماشین یاد دادم که بتونه اون کارو بکنه. آره دیگه برنامه‌شو انسان بهش داده دیگه. این حرف ارشاد اینجا یه منطقیه. مشکلی وجود داره. یه شما چیزی الان ارشاد اول باید بگین که یه تمایزی وجود داره که انسان خودش ماشین نیست، که بعد بگین خب باشه ماشین انسان نمیتونه بسازه. اگه شما نتونین بگین که خب انسان چه تمایزی داره، پس ماشین میتونه ماشین بسازه، در واقع داره انسان هم میسازه. اینا تمایز ندارن الان. دقیقاً یه مسئله‌ای که هست، من میخوام ببینم که آیا منظورش از ماشین یه چیز فیزیکی بوده یا منظورش سیستم بوده اصلا، چون قبلش نه ما خوندیم ماشین رو دیگه. سرش توافق کردیم. سیستم که یه بحث دیگه است. سیستم به طور کلی تعریف کلا یه چیز دیگه ای داره از نظر علمی. ما الان سر ماشین بحث میکنیم و اومدیم 2 تا تعریف ازش خوندیم دیگه، که من خوندم که ارشاد. چون این چیزی که داره اینجا مطرح میشه بیشتر شبیه سیستم تا یه ماشین. این چیزی که اینجا داره بحث میشه در موردش، زبان فارسی مشکل داره ها. الان احساس میکنم شما دوچار خلطی که تو زبان فارسی هست شدید. دقیقاً اینو چون انگلیسی شما نداریم و فارسی اومده، حالا نمیدونم چه کلمه ای رو ماشین معنی کرده، آیا خود ماشین بوده، چون سیستم هم باز همون سیستم دیگه، یعنی جفتش معادل فارسیشو چیز خاصی تعریف نکرده. دقیقاً احتمالاً وقتی از ماشین صحبت میکنیم شما یاد اتومبیل میافتید، ولی خب ما توی انگلیسی ماشین که میگیم یه چیز دیگه است. نه دیگه لزوما دیگه فکر کنم هممون میدونیم ماشین دیگه چیه. خودکار هم یک ماشینه، بالفرض خیلی آسون ترین ماشین. اهرم مثال زده دیگه، انبرده است، نمیدونم ساعت، هر چیزی یک ماشین، یه چیز مکانیکی البته تعریف شده اینجا لزوما. دقیقاً این حالا ماشین میتونه پیشرفته تر بشه. ماشینی هم که الان پیشرفته ترین نوع ماشینیه که میتونه یاد بگیره و خودش رو بهبود بده و باز هم یاد بگیره، که امروز ما بهش در حقیقت میگیم AI هایی که الان هستن و دارن جهان به اون سمت میره. من برای این با شما مخالفت میکنم الان، چون یه مقدار سکوت شد اینو میگم. اومده بودن آزمون پزشکی دانشکده‌های پزشکی آمریکا رو داده بودن به GPT-4o و الان خب GPT-4 1o هم اومده، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 4 1 اومده، یه همچین چیزی دقیقاً یادم نمیاد، که خیلی پیشرفته تر از اون 4o و حالا 5 هم میاد به زودی. و این آزمون رو داده بودن به GPT-4 که GPT-4o که آقا تو بین آزمون پزشکی رو حل کن و اینا. فکر کنم 50 تا سوال بود اگه اشتباه نکنم، حالا دقیق‌ترش رو میتونم در بیارم بذارم. و بیش از 90% این سوالات رو این هوش مصنوعی به درستی پاسخ داده بود، در حالی که بالاترین نمراتی که کسب میشه توی اون آزمون
چیزی نزدیک به 65%، کسی بالاتر 65-67% تا حالا این آزمون‌ها رو نزده و نتونسته حل بکنه. میدونی چرا؟ به خاطر داشتن دسترسی به اطلاعاته. به ما سر علتش بحث می‌کنیم، دارم میگم که موضوعاتی الان من میشناسم که کمم نیستن و به زودی خیلی بیشترم میشه که آقا ماشین خیلی بهتر از انسان میتونه توش عمل بکنه. خب دلیلش رو بدونی متوجه میشی که آیا این واقعا به خاطر بهتر بودن از انسانه؟ اگر انسان هم همون دسترسی ها رو داشت به نظر نمیتونست امتیاز مثلا همون نمیدونم گفتی چند زدن کامل میزد با داشتن اطلاعاتی که داشت، دسترسی هایی که داشت؟ خب آخه ببین بحث ما الان این نیست، بحث عمل کرده. داریم میگیم که انسان ماشین نیست. من دارم میگم که ما استدلالی پیدا داری میگی ماشین بهتر از انسانه. من متوجهم تو چی داری میگی. داری میگی ماشین بهتر از انسانه چون اون آزمون پزشکی رو با رتبه بهتری زده، با امتیاز بهتری زده. خب من میگم دلیلش اینه که اون ماشین دسترسی داشته به یه سری اطلاعات که در زمان آزمون هم میتونست از اون استفاده کنه. آیا ما همون اطلاعات و دسترسی رو به انسان بدیم در زمان آزمون نمیتونه نمره کامل رو بگیره؟ این آزمون انجام شده اینجوری؟ درسته این حرف تو، کاملا درسته. در جالبی بود ارشاد. مسلما به اطلاعات دسترسی داشته و خب یه سری از اون اطلاعات هم احتمالاً نتونسته به درستی بزنه. تقلب کرده بازم 100 نتونسته بزنه. آخه یه حرف میزنی. ما اوپن بوک هم آزمون دادیم، ما اوپن بوک هم آزمون دادیم ارشاد 60 زدیم. یادمه من خودم. منم اوپن بوک امتحان دادم افتادم. متوجهم چی میگی؟ تو چی میگی؟ یه سوال دیگه، آیا توضیح بده. حالا من وارد اون مسئله نمیخوام بشم. آرزوام خدمتتون که من دارم به این جملهش باز همچنان فکر میکنم که میگه تمام جهان و من جمله انسان در حکم یک ماشین است. و آیا منظورش نمیتونه این باشه که به این دلیل بهش میگه ماشین که خارج از یه چهارچوبی نمیتونه اکت و فعالیتی داشته باشه؟ یعنی تقریبا حالا ممکنه برای یک فرد قابل پیش بینی نباشه ولی از بالا که نگاه کنی میگه خب این اتفاق افتاد، این دیگه اینجوری باید عمل کنه. شاید به این دلیل میگه جهان یا حالا انسان یا موجودات مثل ماشینن دیگه. چه میدونم یک درخت، اگه درخت گیاه در نظر بگیرید توی آب و هوایی یه واکنشی نشون میده دیگه، اون تغذیهش اگه اوکی باشه میشه گیلاس دیگه. شما از گیلاس مثل چه توقعی داری؟ نمیتونه خربزه به شما بده که. میدونید نهایتا پیوندش هم بزنی، مثلا هلو رو به سیب پیوند بزنی، دقیقاً موضوع همینه. دقیقاً منظورش من فکر می‌کنم همینه که یک سری چیزهایی هستن که ما بهشون میگیم قوانین فیزیک و اینا حکمرانن. هلو رو سیب پیوندش نمیده. ارشاد دارم حرف میزنم. من حرف نمیزنم. نه چیزی بود آقای رشوان بگید شما. میخوای نیما تو ادامه بده بعد تو آقای رشوان؟ من ادامه میدم بعدش هم نمیدونم واقعا. آخه من تمرکزم به هم میریزه، یه شوخی میشه وسط بحث و میشه آدم مشکل منه و ارشاد دستو، یعنی خلاصه میگم ناراحتی ندم. میخوام بگم که قوانین فیزیک هستن بله و دنیا در چارچوب قوانین فیزیک کار میکنه که اون قوانین فیزیک میدونیم از زمان بیگ بنگ تا الان دستخوش تغییر نشدن و جهان ما با این قوانین داره کار میکنه. حالا پیش از اون آیا این قوانین به همین شکل بودن یا نبودن نمیدونیم، اصلا سوال پیش از اون هم دوباره جوابشون نمیدونیم، اصلا پیش از اون معنا داره نداره. ولی این قوانین فیزیک بله تغییر نمیکنن. الان این کربنی که در بدن من و شما هست نزدیک به فکر کنم 4 میلیارد سال پیش یا 8 میلیارد سال پیش، دقیقاً یادم نمیاد، از مرگ یک ستاره بزرگ در حقیقت که منفجر شده و تونسته اتم‌های کربن رو تشکیل بده، این کربن شکل گرفته و امروز بدن من و شما رو ساخته. عناصر دیگه هم همینطور تا آهن و تا عنصر آهن، بقیه عناصر به گونه دیگه‌ای. و این نظم خاص خودش رو در کمال بی‌نظمی داره طی میکنه و عملا یک رفتار ماشین داره جهان، بخوایم از حیطه انسان هم خارج بشیم. دقیقاً اینو از هر طرف که میرسی بهش میبینیم که این خیلی بیراه نمیگه که آقا تمام جهان و انسان در حکم یه ماشینه و در یه چارچوبی مشخصه که داره چی کار میکنه.
و خیلی اتفاق عجیبی، یعنی حتی چیزایی که ما فکر میکنیم خارج از داستانه، مثلا زلزله‌ای که اتفاق میفته یا سیلی که اتفاق میفته، فکر میکنیم خارج از داستان ماشینه و این کره زمین نمیدونم اتفاق فلانی براش افتاده که زلزله، در صورتی که میبینیم اینم جزء فعالیتشه و اگه نباشه داستان میشه، یعنی سیستمش اینجوری کار میکنه، ماشینیش به این شکلی که باید زلزله باشه، بارون باشه، خشکی باشه، چه میدونم باد باشه، اینا دست به دست هم میدن و به قول حالا باز نیما قوانین فیزیک میشن دیگه، که باعث میشن کره زمین یا حالا کل جهان به هر شکلی سر جای خودش باقی بمونه. آقای رشوان یه چیزی میخواستید بگید، شما بفرمایید. اون بحث گفتید سیب هلو رو سیب پیوند بزنیم، میگم که این پیوند به اصطلاح با این دو تا رقم این بحث علوم بانیه، ولی خدمت شما بگم که این مقدار بحث مثلا بحث می هست، میخواستم که شما رو خیلی بد داریم و اصلا نمیفهمیم چی میگید. قطع و وصل میشه خیلی صداتون آقای رشوان. کیفیت صدام پایینه؟ نه کیفیتش خوب، قطع و وصل میشه، خیلی قطع و وصلی داره. ایمان صحبت مقدار بس میشد اجازه بدید صدا شما همچنان قطع و وصل میشه، بریده میشه و متوجه نمیشیم کلمه. الان شد یا نه؟ یه خورده صحبت کنید. الان صداتون رو نداریم. میتونید یه لطفی کنید یه ورود خروج بزنید مجدد صحبت کنید. صدای آقای رشفند رو دارید شما بچه ها؟ نه من نه. جناب رشفند یه ورود و خروج میتونید بزنید که ما صدای شما رو داشته باشیم، یا حالا اگر تدبیر دیگه ای میاندیشید ممنون میشم، چون موضوعتون فکر کنم جالب باشه. فکر می‌کنم ایشون هم صدای ما رو ندارن. عزیزانی که حالا حضور دارید، حالا زیاد هم نیستیم. مهشید تو چیز هست بخوای بگی؟ راستش الان نظری ندارم که بخوام دقیقا اضافه کنم، یعنی منم دقیقا هم حالتی هم که همتون گیر کردین. من گیر نکردم، من اصلا گیر نکردم، من خیلی هم واضحه. ما راستی گیر نکردیم، ما میخوام ببینیم که موافقیم با این صحبت دقیقاً جناب من اصلا گیر لامتی یا نکردم. نه. آره من کسی فقط اینجا دیدگاه ها متفاوته فقط. دقیقاً من 6-7 ماه نتیجه هم گرفتم، داستانم تموم کردم رفته. حقیقتا من فکر کنم ما یه من پروژه باید یه بگم برنامه گیر نویس کردم. مریضیم. من گیر کردم. چه احتمالاً گیری پروژه کردی؟ گیری کارشناسی نداره که. گیرت کجاست؟ هنوز سر تعریف من به توافق نرسیدیم. احساس میکنم مثلا تعریف به نظر من فقط فیزیکی نیست. خب ادعا کردی، بودو ثابتش کن، ولت نمیکنم. فیزیکی نیست، شما بیا معنویش کن. نه منظورم از فیزیکی نیست، اینه که احساس میکنم که مثلا صرفا قوانین فیزیک نیست. ممکنه که مثلا چجوری بگم، مثلا الان ماشین حساب به نظر من بیشتر از اینکه بخواد با قوانین فیزیک کار کنه داره با قوانین ریاضی کار میکنه. خب ولی با این حال ما یه ماشین در نظرش میگیریم. البته الان خودم تقریبا میتونم خودم یه ذره نقص کنم. این تو فارسی ها مهشید، این حرفی که تو داری میزنی ها، ما تو انگلیسی بهش میگیم کلکولیتور یا همون حسابگر. ماشین نیستشون در حقیقت و با توجه به قوانین منطق هم کار میکنه و خب ماشین هم یه چیزیه که با توجه به قوانین منطق و فیزیک کار میکنه دیگه.
خب پس من توی این تازه به موضوع اون الان دیگه مشکل دستگاه ماشین ندارم. حساب هم نگاه کنی ماشین حساب میشه. خب ولی اگه از این نظر نگاه کنیم به نظر من انسانم یه ماشینه. یعنی فقط یکم کد نویسیش پیشرفته است که ما هنوز نتونستیم کد کاملش رو بنویسیم. آره میگم پایان نامه ارشد احتمالاً یه برنامه نویس مریضیم. خیلی برای منطقی. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. جالب. حالا همه رو بخوایم قوانین در نظر بگیریم در مجموع فکر میکنم درست باشه. یعنی همون چه میدونم شعرهای فارسی هم که حالا میگی بر اساس قوانین از ریاضیات صحبت کردید، شعرهای حتی شعرهای نو، من در مورد شعر فارسی صحبت میکنم لزوما، بر اساس یه الگوریتمی اومده شعر گفته شده و اون وزنی که داره، اون وزن عروضی که داره بر اساس محاسباتیه که ریاضیواره انگاری، و خارج از اون اگه میشه انگاری منطق ما قبول، منطق نه، انگاری برامون میخونن یه شعری که بدون وزنه خیلی بد میشه، اصلا حال نمی کنیم باهاش. حالا یا یاد گرفتیم اینجوری باشیم گفتن آقا درست اینه، یا اینکه نه اصلا مغز ما اتوماتوار بر اساس اون قوانینی که گفته شد نمیپذیره. در واقع توی این کد نویسیش انگاری مبحث نمی گنجه. من باید موافقم. کلا مغز ما الگویابی رو خیلی دوست داره، اینکه خود بین پدیده ها یک رابطه در حقیقت پیدا بکنه و حالا اینکه چرا اینجوری بوده اینا نمیدونم واقعا، ولی کدام خیلی باکی داره. به نظر من چون مغزمون میترسه، از ندونستن میترسه. مثلا خرافاتی هم که به وجود میاد بیشترشون به خاطر اینکه نگیم نمیدونیم یه چیزی میسازیم. این ابهام ترس داره برای مغز، به نظر ناشناخته است. و وقتی من فکر کنم شبیه تاریکی میشه براش، چون هیچ ایده ای نداره و هیچ چیزی ازش نمیبینه، بابت اون براش ترسناک میشه. جناب رشوان میتونید صحبت کنید؟ آقای رشوان مایکتون میتونه باز بشه، دسترسی دارید. خب به نظر نمیتونن صحبت کنن. دوستان اگه نکته نیست جلسه امشب کم کم تمامش کنیم و جمع‌بندی هم داشته باشیم. من یه چیزی دارم میخواد اضافه کنم، چون که چند شب پیش بحثشو داشتیم با یکی از بچه‌ها. صحبت این بود که در واقع چیزی که الان فلسفه ذهن داره بهش میپردازه دقیقا همین سوالی که ما خیلی داریم میپرسیم. در واقع مضمون سوالم اینه که آیا انسان با ماشین فرق داره یا نداره، و آیا اساساً انسان چیزی به نام ذهن داره که جدایی از جسمشه، و اگر جدا هست این چیه که ماشین نداره. خب بعد من خودم دیدگاه فیزیکالیسم داشتم و معتقد بودم که اینا از هم اصلا جدا نیستن. یعنی من ذهن رو چیزی جدا از بدن نمیدونم. ولی من صحبت که من چون ممکنه یادم بره، تعریفت از ذهن همون آگاهی نیست احیانا؟ انسان آگاهی داره، فرقش با ماشین. آخه خودآگاهی منظورت آگاهی حساب نیست. آخه ماشین هم آگاهی داره، میتونیم بگیم. نیما آره بهتر نیما. گفت خود آگاهی. من همون آره منیه. آگاهی. مسئله ذهن اینه که حالا اون دوستم که داشت اینو میگفت، مسئله ذهن اینه که شما یک اصطلاحاً مثلا هویتی دارین که این هویت رو ذهنتون تعریف میکنه. یعنی من مهشید چیم که حتی اگه دست نداشته باشم، میگم من خودم با این دیدگاه مخالفم، ولی چیم که حتی اگه دست نداشته باشم من بازم میگم من مهشیدم، اون هویت منو میسازه. و چیزی که داشتیم مطرح میشد اینه که آیا مثلا اگه ما به این جسم وصلیم و حالا ذهن ما مغز ما رو این فراینده رو بذارن تو ماشین، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ آیا فراتر از ما؟ آیا متفاوت از ما؟ آیا اونم هویت من مخشید رو میگیره یا نه؟ یعنی این سوالاتی بود که ما سر فلسفه ذهن داشتیم مطرح میکردیم که خب
عادتا جواب واضحی هم نداره خیلیش. ما لااقل با در من موردش جواب صحبت کردیم نداره. مهشیدا، فکر می‌کنم تو نبودی. یعنی من خودم این احتمالا سوال نبودم. من مطرح کردم که آیا من نیما چی هستم؟ من موقعی که دارم ازش صحبت میکنم هو ام I، یعنی این سوال فلسفی خیلی سوال جدیه. آیا مثلا من اون منی که دارم ازش صحبت میکنم مغزمه، ذهنمه، قدمه، مثلا چه میدونم تفکراتمه، دستمه، اینا؟ آیا مثلا من دست نداشته باشم آیا همون نیما خواهم بود؟ و حقیقتا با طبق مطالعاتی که من در این باره داشتم، نه، من همون نیما نخواهم بود. چون اولا که خیلی از اندامهای بدن دارن به گونه‌ای رفتار میکنن که روی مغز تاثیر میگذارن. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنم قلب برای اینکه کار بکنه از مغز دستور نمیگیره، تنها عضو بدنی که از مغز دستور نمیگیره. فکر میکنم کارکرد معده شما روی حال شما تاثیر گذاره. و اگه که من نیما رو توی بدن دیگه بذارن، حتی اگه اون مغزه رو بردارن و توی بدن دیگه بذارن، احتمالا رفتار خیلی متفاوت تری نشون خواهم داد. من اینطوری فکر میکنم. یعنی نمیدونم چقدر با من موافقید. حالا من کاملا نظرم با یکیه. من دقیقا بحثم این بود، مثلا حتی ما میدونیم که این که شما باکتری رودتون خوب عملکرد داشته باشه یا نداشته باشه باعث میشه که حالتون خوب باشه یا بد باشه. چون که ما الان میدونیم که تولید کننده سروتونین توی بدن به حد خیلی زیادیش اصلا تو روده است. 90% فکر میکنم تو روده بود، 10% مال مغزه. حالا این درصده رو مطمئن نیستم ولی میدونم بیشترش برای روده است. خب اگه همچین چیزی وجود داره پس دقیقاً درست. تمام مثلا ذهنی که من دارم میگم، مغزی که دارم من میگم، یه چیزی که وصله به جسم من. حالا میگم این نظر منه و بنابراین نه درسته، اثرش دو طرفه است. ولی خب این که چقدر آره. این چند درصد اثر کدوم بیشتره اینا واقعا نمیشه یعنی به سادگی در رابطه باش صحبت کرد. که من فکر میکنم شاید حتی من میتونم، یعنی من فکر میکنم شاید مثلا 50-50 باشه، نمیدونم واقعا. چون مثلا فکر میکنم خیلی میخوام ملموس بگم که خیلی باهاتون روک میخوام صحبت کنم، نمیدونم شب چرا موقعی که من خستم خیلی روک میشم، متاسفانه خوشبختانه شوخ طبعیم هم گل میکنم. ببینید من الان قدم کوتاه تا حدودی مثلا 167 168 اینطورام، بعد مثلا قیافم هم همچین قیافه جالبی نیست، حالا داره ریکورد میشه. فکر نکنید حالا مثلا با هیولا طرفی بقیه دوستان که میشنون، نه ولی مثلا همچین خوشگل نیستیم و اینا، داره مثلا موهام میریزه و اینا. من داشتم فکر می‌کردم یه بار اینکه آقا اگه من مثلا قدم بلند بود، قیافم هم خوشگل بود مثلا، آیا واقعا وارد همین مسیری که الان شدم میشدم؟ این همین میرفتم توی علم مطالعه بکنم، این همه فکرم میرفت طرفای مثلا پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت فیزیک و یا مثلا فکرم میرفت مثلا اینکه اون دختره رو چجوری جذب کنم، با اون فلانی مثلا چجوری ارتباط برقرار کنم. و داشتم فکر کنم واقعا نمیدونم، شاید اصلا حالت دوم حالت اولی اتفاق میافتاد و کلا یه نیمای دیگه شکل واقعا میگرفت. آقا نیما، این سوالیه که واقعا براش جوابی وجود نداره. دقیقا همینطوره. حالا میگم من داشتم فکر کنم ولی احتمال اون اولی رو بیشتر میدادم که کلا مسیرم یه مسیر دیگه ای بشه. حتی علاقه من مثلا به فوتبال به واسطه این بود خب قدم مثلا کوتاه بود و میتونستم خوب دریبل بکنم مثلا. و میگم همین مثلا خیلی واقعا تاثیرگذاره، یعنی چیز جدایی واقعا من فکر نمی‌کنم باشن. یعنی جسم من خیلی داره روی عملکرد مغزم واقعا تاثیر میذاره. اینجوری میشه نگاه کرد به نظرم با تعریفی که تو کردی، یعنی انگار جسم تو ابزار مغز توه، پس با توجه اون ابزاری که داره تصمیم گیری میکنه. ابزار شاید ببین دو طرفه است. ابزار شما فقط از ابزار استفاده میکنی، ابزار از شما استفاده نمیکنه. ولی خب واسه مغز و جسم این شکلی نیست واقعا. یعنی خب مغز دستور میده به جسم و خب حالا جسم انجام میده. و حالا خود این مغز چجوری دستور میده با توجه به حالا این توانایی‌هایی که مغز جسم داره دیگه. یعنی میخوام بگم که خیلی این دو طرفه است و این شکلی هم میتونید بهش نگاه بکنید. توانایی همون توانایی که ابزارت داره است دیگه. ابزارت هر توانایی داشته باشه تو همون کارا رو میتونی ازش بکشی، بیشتر از اون نمیتونی. من تعریف که تو کردی همون مغز تو آخه این یه طرفه میشه رابطه ها. دوم مغز و جسم رو به من میگی؟ ببین من حالا دارم دوستان میدونید من یه صحبتی نمیدونم چند سال پیش بود، یکی از به اصطلاح اساتید فیزیک دانشگاه شهید بهشتی بود
در مورد مسائل اجتماعی داشت صحبت میکرد از مثلا دیدگاه رشته فیزیک و اینها. من حالا چیزی که حدوداً یادمه، ایشان میگفت که اسمش هم اصلا یادم رفته، باید بگم دوباره اسم فامیلیشو پیدا کنم این استاد بزرگ رو. ایشون میگفت که ما به اصطلاح تو پدیده‌های فیزیکی خب یه به نسبت پیچیده‌اند دیگه. خب بعد میگفت به اصطلاح انسان به عنوان یک به اصطلاح به هر حال یک بچه فیزیکی داره دیگه و از نظر علم تجربی بیشتر که عرض کنم قطعا رو بعد فیزیکی داره مطالعه میشه. حالا تو علوم پزشکی به اصطلاح خدمت شما بگم که حتی روانپزشکی، روانشناسی بیشتر روی کرد بعد فیزیکیه، فیزیکال ماجراست. بنده خدا این استاد بزرگ میگفت که انسان یک پدیده بسیار پیچیده‌ایه، بسیار بسیار پیچیده هست و باز حالا در مورد بحث جامعه و اینها داشت صحبت میکرد به عنوان یک مثلا پدیده فیزیکی دیگه. میگفت میاد تو بعد اجتماعی جوامع انسانی یک به اصطلاح پدیدارهایی که بسیار از پیچیده بسیار بالاتر دیگه میشن پدیدهایی بسیار گوریده، یه همچین اصطلاحی داره میگفت و الان یه خاطرم هست. خب ولی یک مقدار اینو توصیف کرد، من درست یادم نیست. خب حالا موضوع اینه که واقعا شما با مثلا خب بیس علوم تجربی قطعا فیزیکه دیگه، خب چون همه چیز با اتم و اینها شروع میشه دیگه، ولی با همین رویکرد فیزیکال بخوای به ماجرا انسان و جامعه نگاه کنی واقعا ماجرا پیچیده است. حالا این بحث یک طرفه بودن و دو طرفه بودنی که آقا ارشاد و آنیما دارن میگن واقعا جای بحثه. خب این حالا سیستم بدن چجوری کار میکنه دقیقاً؟ نه بحثش من باید تعریف کنم. خیلی ساده است دو طرفه یا یک طرفه بودن مغز با دیگه. سلام دوستان. آقا من احساس کردم ببین جناب مهیار عزیز مهیار ببخشید موضوع امشب چیه؟ نیما بیا این تعریف رو تموم کن، به نظرم خیلی طولانی میشه. الان با تعریف هایی که آقا محمد حسن فرمودن من خیلی توضیح خیلی ساده‌ای براش دارم، زیاد پیچیده نیست که مغز یه طرف استفاده میکنه یا دو طرفه. این که من گفتم بدن رو شما یه ابزار تصور کنین، فکر کنید من ارشاد کل جسمم مغزم باشه، گوشیم باشه جسم اون بدنم ابزارم. خب مغزت میاد با توجه به دستت، گوشت، چشمت، نمیدونم حسایی که داره، لامسه، شنوایی، چشایی، اطلاعات میگیره. خب با توجه به اون اطلاعاتی که میگیره من رو میسازه، من ارشاد رو میسازه و بعد با توجه به اون جسم من همون حواسهایی که دارن کار میکنن میاد خودشو بروز میده دیگه، نشون میده، توانایی هاش رو نشون میده. یعنی فقط مغزه که داره از جسم استفاده میکنه. این یه طرف است. نمیدونم حالا نیما میگه دو طرف است، خیلی دوست دارم اون طرف دومش که جسم چجوری از مغز استفاده میکنه، در صورتی که مغزه که کلا داره، البته که هورمون هاست اگر بخوایم خیلی، ولی خب مغز دیگه داره به جسم دستور میده. جایی من نشنیدم که جسم به مغز دستور بده. آخه منظور من دستور نیست، نمیتونم منظورم بهترم توضیح بدم، ولی خب دیدگاه اگه ارشاد جالب بود و الان آره من دارم با ارشاد موافق تر میشم. ببین من یه گوشی دارم، خب من ارشاد مغز هستم، مثال اگه بخوام بزنم این گوشی بدن منه، جسم منه. با توجه به اون دسترسی‌هایی که دارم، اینترنت که میرم یه نرم افزارهایی نصب میکنم، یک نمیدونم اپ‌های رو گوشی میارم، ولی تا چه حد؟ تا اونجایی که این گوشی میکشه، این بدنه میکشه. من نمیتونم یه اپی نصب کنم نمیدونم گرافیک بالا روی این گوشی اگر این گوشی جسمه. تا اونجایی که این میکشه من ازش استفاده میکنم، ولی این گوشی از من چه استفاده میکنه؟ اما اصلا مثالم خیلی بد بود فکر کنم. نه جالب بود و اتفاقا من یه موضوعی رو مطرح کنم، ببخشید. ما یه مثال مرتبط با این داریم. موضوع. آره میخوام بگم بفرمایید. که نه این یک طرفه نیست. شما الان در حالت نرمال یه آدمی هستی که حالا بیناییت خوبه،
شنواییت خوبه، بویاییت خوبه. ولی تحقیق نشون میده که زمانی که فرضاً یک فردی بیناییشو از دست میده شنواییش قوی تر میشه. خب و در واقع این به این دلیل بوده که خب جسم تو کارکردش و تأثیرش عوض میشه و داره روی مغزت اثر میذاره و نوع تفکر تو از مغز این میگه تاثیر مغز میگه که مغز میگه بهش، مغز میگه من الان دیگه نمیبینم. آقای لامسه حواستو بیشتر جمع کن، اینو حس کردی دفعه دیگه یادت باشه این چی بود. اونو مغز بهش میگه. قلب دقیقا کار اینجا نمیکنه. با خب ارشاد موضوع موافقم. همینه. من اینجا با ارشاد موافقم. مغز میاد کدنویسی میکنه. آقا چشم شما وظیفت اینه، گوش شما وظیفت اینه، اجازه بده دست احسان، شما اجازه بده. وظیفت اینه. بذار من حرف تموم شه، بعد از من حالا اگه نیاز داشتید صحبت کنید ادامه بدید. به میاد کدنویسی میکنه و هر کدوم از اینا و موقعی که مثلا شما میگین آقا غریزی عمل میکنه، سیستم 1 و 2 مغز رو دیگه اکثرا میدونید دیگه داستانش چیه. میاد غریزیش میکنه که یه جسمی مثلا پرتاب میشه، اگه مغز حواسش نیست تا بخواد پردازش کنه داستان براش پیش میاد، این سریع عکس العمله وظیفه اون اینه دیگه. مثل یه کسیه که داره چه میدونم یه کشور رو اداره میکنه و به هر کدوم یه سری وظایف محول میکنه، میگه شما این کار رو انجام بدید. حالا مثلا من اگه حواسم جای دیگه ای بود، شما حواست باشه آقا اینجوریه داستان. حالا چشم مثلا بینایی رو از دست میده، مغز میگه خب گوش، دست، پا، فلان بهمان، این از بین رفت، تقویتش کنید دیگه، حواستون باشه این قلعه پایین نریزه، فتح نشه، از بین نره، یا هر اصطلاح دیگه‌ای که شما میخوای براش در نظر بگیری. اینجا من با ارشاد موافقم دیگه. اون بدن نیست، دوباره اون حالا اصطلاحاً هورمونا یا هر چیزی که بهش میگیم مغزه، کدنویسی رو میاد قوی ترش میکنه برای اون قسمت و میگه که آقا شما بیشتر باید کار کنی که جبران اون کم بوده بشه. مثل یه یاری، مثل یه تیمی که 10 نفره میشه، دوباره میگن که آقا شما باید بیشتر تلاش کنی دیگه. تقریبا یه همچین داستانی میشه براش. حتی همین مثال قلب که نیما میزنه، شما وقتی میدویی قلب به مغز، ببخشید مغز به قلب میگه های خون بیشتر نیاز دارم، گردش سریعتری میخوام، تندتر بزن. اونو مغز بهش میگه. خب آخه اینجوری جواب کسایی که الان توی حالت مرگ مغزی و زندگی نباتیان چی میشه؟ اینا دارن مرده چیکار حساب میشن، اون مرده حساب میشن کدنویسی و اعضاشون انجام شده تصفیه قبلا میشن. دیگه. ببین اون مرده کدنویسی حساب انجام نمیشه شده، دیگه، اتومات داره بدنه داره کارو. کار میکنه. خب دیگه داشتون ببین احسان دیگه من میکنن اگه دیگه. مرگ کدنویسی مغز انجام شده، خب داره کار میکنه، مثل یه کسی که یه چیزی رو میسازه و خودش از بین میره، ممکنه حالا کلا به هر دلیلی نابود بشه، ولی اون برنامه‌ای که نوشته همچنان هست. یه همچین چیزی تا حدودی میتونه این موضوع تعریف کنه. نمیدونم من فکر دیگه، می‌کنم که چیزی اینجا برای ما ادامه ندارم. حتما خیلی خوب میشد اگه که یه پزشک بود اینجا یا یه نوروساینتیست و متاسفانه نداریم امشب. و اگه مثلا یه شبی که حالا دکتر یزدانی یا حالا هر عزیز پزشکی بود این بحث ها ادامه بده خیلی بهتره، چون من احساس می‌کنم اینا موضوعاتی هستن که خیلی تخصصی هستن و تو حیطه یه نظر نمی گنجن حقیقتا. الان ما با یه موضوعی هستیم که ساینس فکر میکنم و میتونیم در دقیقاً موردش بخونیم، بیایم یه همینطوره. جلسه دیگه بیایم حرف بزنیم، چون احساس می‌کنم الان فقط فکر کردن و فکر خب کردن بیخودیه، یه چیزیه با که توجه خب به نمی‌تونیم چرخ و یه بار دانشمون، دیگه اختراع کنیم. با خب توجه بچه به سوال دانشمون اصلی نظرمون. چیه؟ اون سوال پوینت مطلب اصلی این چیه؟ بود که عمده داستان این بود که انسان و تمام جهان از نظر لامتری یه ماشینه و ما یه تعریفی از ماشین کردیم و به اینجا رسیدیم که صحبت‌ها رو میشنویم و تقریبا ما با نظر لامتری موافقیم که انسان و جهان یه ماشین هستش و حالا بس تا اینجا ادامه پیدا کرده. خب اختلاف کجاست؟ اختلاف همین چیزایی که شما میشنوید دیگه، با اون قسمت که تقریبا موافقیم. اختلاف بحث فکر و بدنه، بحث فکر و جسمه تا اینجا. خب اگه دوستان کاری ندارن فردا میتونیم ادامه بدیم، در غیر این صورت میخوایم برای جلسه بعد ادامه ماجرا رو بریم، چون بازم مبحث بود توی همین 1-2 صفحه‌ای که خوندیم. حالا جناب مهیار میخوام شما هم نظرتو بده، ببینیم دیدگاه شما به این موضوع چیه. والا ببین، سیستم عصبی مرکزیه که میشه مغز. خب اون به قولی کامپیوترش میشه اون سی پی یو اونه دیگه.
بعد حالا یه سری نظرات هست که میگن مغز بدنمند. حالا اینم یعنی میگن که این سیستم یک پارچه است، سیستم عصبی. اینم درسته تا حد زیادی، ولی به هر حال پردازش‌های اصلی توی مغز انجام میشه دیگه. یعنی با شما بدنت توجه عوض شه، ممکنه تمام احساساتت عوض شه، ولی به هر حال پردازش اصلی تو مغزه. درسته، با توجه به صحبت شما، حالا نیما نیستش متاسفانه، نیما حالا میاد. از یه جهت میتونیم حرف نیما رو که یا مشیدی که ارتباط دو طرفه است و باز دوباره این نظریه تقویت میشه. بعدن اومده حالا اینا رو تنظیم کرده، درست کرده برای استفاده خودش. حالا باز اگه نابود بشن اینا، قلب از بین بره، خب مغز از بین رفته. اگه چه میدونم کبد کار نکنه یا هر کدوم از اعضا اصلی ها البته کار نکنن، مغز از بین میره یواش یواش. و ارشاد اینجا فکر میکنم تا یه حدودی باز من یه خود میل میکنم به سمت من یه حرف. چیزی بگم. بگو. همونجا هم تو مثلا در یه شرایط سخت وقتی قرار میگیری، مغز کم کم میاد، حالا از نظر پزشکی میگن اعضایی که کارکرد کمتری دارن یا ضروری نیستن رو غیر فعال میکنه تو بدن دیگه، به خاطر اینکه به حیات ادامه بده. یعنی آخرین عضوی که میمیره انگار مغزه، تا اونجایی که میگه آقا قلب تو هم دیگه نمیخواد بزنی. وقتی میبینه هیچ غذایی، هیچ نیروی انرژی قرار نیست وارد بشه، آخرین نقطه مرگ خودشه. و به نظر من اینجا هم نمیدونم حالا مثالی که زن درست بود یا نه، ولی باز هم مغزه که دستور میده به همون اعضا در شرایط خاص و سخت. اینم جالب بود. میگم حالا من چون تو رشته پزشکی تخصصی ندارم و بحث علوم اعصاب و نورون های خورده پیچیده تر از این داستانی یکم مزنت ببین. آره حالا اوکی، حل جالب بود. میگم این دیدگاه قابل تأمل. شاید دکتر طولابی یا دکتر یزدانی، باز دکتر یزدانی بیشتر بتونه این موضوع باز کنه و دکتر آریان اگه بود فکر میکنم راحت تر بود کارمون. اگه مطلبی هست بفرمایید، در غیر این صورت من ضبط و قطع میکنم و حالا چند دقیقه‌ای در خدمت دوستان هستیم. خب دوستتون دارم، شبتون بخیر. مرسی، شب همگی بخیر. من ضبط و قطع میکنم.